خب تا لحظه دیگر بازی در حاجی پترزبورگ آغاز خواهد شد. قرعه رو که بردیم، بازی رو هم انشالله ببریم. مسعود شجاعی انتخاب میکنه تیم در سمت راست بازی کنه و بازی رو تیم مراکش شروع خواهد کرد. چی میگی؟ خود درست حرف بزن. بگی دستت حاجی باد بزن، برو در اونجات باد بزن. چرا خود درست حرف نمیزنی؟ مغز نداری تو قد ارزنی. خمه تو گلوت زن چوب پنبه. خاک تو سرت امرو پنجشنبه. حالا پنجشنبه باشه چه ربطی داشت؟ چون شام داریم حاجی چلو و خورش. به عزیزم مرض چرا؟ چون مریضم. وی خدا نکنه زن تصدقه. خاک تو سرم که شدم عاشقه. خب برای چی میچی تو شده؟ آبش کشیدن حاجی چلو شده. وقتی نمیخوایی که تو بفهمی، منم خودم میزنم به نفهمی. وای جیگرو داری زن له میکنی. خری یا میخوای خود سه نکنی. نمیفهمم چی داری میگی تو. چون تو سرت هست یه من گو. برو آمو اوور خدا شفاعت بده. ها خدا من از دست تو نجات بده. وای 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 باید خاک تو سر ایزا تیرک. هوا ندمی تیرک باشه، آدم باید زیرک باشه. حرف میزنی تو بی وای پرده. هوا امشب چه سرده. سرد کجان عتیقه. اقد خنگی عجیبه. خب عین آدم حرف بزن. پاشو به بچه و زنگ بزن. چی کارش داری؟ به تو چه ها چر شدی تو دست باچه. ها امرو پنجشنبه پاشم برم هموم. بیو یه ساعت دارم گلو خودم جر میدم. نمیفهمی، میخواستی حالا هم نفهمی.